дар даври ҷумҳуриявӣ озмунҳои фанӣ байни мактабачагон 2 нафар хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 деҳаи пӯшон деҳоти ба номи Худоёр Раҷабов аз ноҳияи Восе аз фани математика ва забони англисӣ сазовори ҷойҳои дуюм гардиданд. аз чунин дастоварди нав дар таърихи зиёда аз 70-солаи мактаб аҳли деҳа хурсанд гардида ғолибонро бо хурсандӣ истиқбол гирифтанд. бо мақсади ҳавасманд гардонидани шогирдон ҳамроҳ бо коллективи омӯзгорон ва хонандагон сокинони деҳа ҳам дар ин чорабинӣ иштирок намуданд. در آزمون جمهوری اشتراک کردم و در آنجا جای نمایان رو اشغال نمودم و در آزمون لغتدان از فن زبان انگلیسی نیز اشتراک کرده در آنجا جای سوم رو گرفتم و من من بعد وعده میدهم که با پرزیدنت یا که با دولت خود صادقانه خدمت کرده دائما به خوانش ادامه میدیم. این همایش ایدانه با افتخار غالبان آزمون جمهوری در سن حولی مکتب برگزار گردید. در آن رهبریت مؤسسه تعلیمی نمایندگان شعبه معارف ناحیه و جماعت دهات در برآمدهایشان از موفقیت شاگردان و آموزگاران و والدان خوانندگان اظهار منتداری بیان کردند. باعث افتخار است که امروز شاگردان مؤسسه رقم 9 در آزمون جمهوری سزاوار جایهای نمایان گردیدند. افتخار از آن می‌نمایم که در تاریخ همین مکتب باری اول است که شاگردان ما در المپیادهای جمهوری اشتراک میکنند. منتداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم و منتداری خود را به آموزگاران جوان که امروز کوشش و غیرت کردند، افغانوف سعیدا و دوستو دولت ما زحمت کشیده شاگردان خود را تا ولایت برده سزاوار جایهای نمایان گشتند. تشکر میکنم. طبق دستور شعبه معارف ناحیه برای هوسمند گردانیدن غالبان از نام شعبه معارف ناحیه و مأموریت مؤسسه تعلیمی به غالبان و آموزگاران آنها سپاسنامه و مکافات‌ها تقدیم کرده شدند. من طوری 4 سال میشد که در همین مؤسسه کار و فعالیت نمودم. خب طوری 2 سال میشد که ما در آزمون‌های جمهوری اشتراک نموده، مخصوصا در آزمونی از فن زبان انگلیسی طوری 2 سال میشد که در جمهوری اشتراک نموده. خوانندگان ما سرفراز جاهای سوم و دوم گردن. غیر از این باشد باز ما در آزمون‌های لغتدانی بهترین آزمون هیپو که از زبان انگلیسی می باشد ما در همونجا اشتراک نموده خوانندگان ما جاهای فراوان را گرفتن. ما این مسئولیت‌ها را در نظر گرفتن اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به ما چنین فرصت‌ها را داده است. مخصوصا در ساحه معارف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ما جوانان تکیه می‌کنه که ما جوانان پیشبرنده ملت می باشیم. ما همین رو به نظر گرفته کوشش میکنه که خوانندگان باز هم فعال شود و در همون آزمون‌ها اشتراک نموده روز تا روز ما خواب خوانندگان رو دانش آنها رو صیقل نماییم. خب افتخار میکنیم ما از چنین خوانندگان و تشکر میکنیم به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. در قسمت فرهنگی چوربینی اشتراکچیان دوری ناحیوی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من از این دهه با برنامه جالبی کنسرتی خاطر اشتراکچیان چوربینی را شاد گردانیدند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.